فکر کن داری رانندگی میکنی، یهو بدون اراده خوابت میبره و سرت میفته رو فرمون ماشین، یا داری درس میخونی یهو خوابت میبره میفتی رو میز، یا وسط غذا خوردن، یا وسط کار، یا حتی تعمیر کردن ماشینت. چطوری امکان داره؟ به خاطر بیماری نارکولپسی. نارکولپسی یه حمله خواب، یه اختلال عصبی نادره که توی این بیماری افراد مبتلا در طول روز ممکنه دچار حمله خواب بشن، یعنی عضلات بدن شل بشه و فرد بدون اراده خودش بخوابه. مثل این آقا که وسط صبحونه خوردن خوابش میبره، یا این خانم که وسط صحبت کردن یهو دچار حمله نارکولپسی میشه و باعث میشه که وسط صحبت بخوابه. یا حتی این آقا پسر که وسط غذا خوردن یا صحبت کردن با دوستش و حتی موقع کار کردن و بقیه اتفاقای روزمره زندگیش این حالت براش اتفاق میفته. این اتفاق میتونه حتی وسط ورزش کردنم رخ بده، مثل این خانم که داشته تو باشگاه ورزش میکرده ولی یهویی دچار حمله خواب میشه. اما 80% افراد مبتلا به نارکولپسی به بیماری دیگه‌ای به نام کاتاپلکسی هم مبتلا هستند. حالا کاتاپلکسی چیه؟ توی این بیماری فرد به خاطر خندیدن، گریه کردن یا حتی ترسیدن و هیجانی شدن عضلات بدنش شل میشه و باعث میشه بیماری هوغش کنه و روی زمین بیفته. مثل این خانوم که همیشه وقتی میخواد بخنده دچار حمله کاتاپلکسی میشه، عضلات بدنش شل میشه و سرش میفته. یا این آقا که از صدای بوق اتوبوس میترسه و دچار حمله میشه. یا وقتی داره گیتار میزنه و هیجانی میشه. یا وقتی داره با سگاش بازی میکنه. یا وقتی دوستای این آقا دارن قلقلکش میدن و این آقا به خاطر حمله کاتاپلکسی بیهوش میشه. حالا دلیل این بیماری کاتاپلکسی و نارکولپسی چیه؟ به دلیل نابود شدن خود به خودی سلولهای مغزی که داشتن ماده اورکسین تولید میکردن. اما اورکسین تو بدن ما چی کار میکنه؟ یه ماده هستش که توی مغز حالتهای مختلف برانگیختگی، هوشیاری، گرسنگی و سری چیزها رو کنترل میکنه و اگه این ماده نباشه باعث ایجاد بیماری نارکولپسی و کاتاپلکسی میشه. زندگی با این اختلال مثل قدم زدن روی لبه تیغه. فرد هیچ وقت نمیدونه چه زمانی قرار زمین بیفته. خیلی مجبورن تنها زندگی نکنن، خیلی نمیتونن رانندگی کنن، نمیتونن شغل عادی داشته باشن. اگه به بیماری‌های مرموز بدن انسان علاقه داری، پس سابسکرایب یادت نره.